شاه اثر باباجان غفورов کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده از نام رهبر دولت و هر یک عائله کشور تحفه نماید. لیلا عبداللهخانی عالمزاده دانشجوی کورس سیوم کالج آموزگاری به نام خاصیت مقسومه‌های دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی هستم. عین حال اشتراکچی دور سیوم آزمون تاجیکان آینه تاریخی ملت هستم. کدام سالها سیمپوزیوم‌های بین‌المللی برای شناخت کشانیان برگزار گردیدند؟ 3 مرتبه برای شناخت سیمپوزیوم‌های بین‌المللی برای دولت کشانیان برگزار گردیدند. 2 مرتبه در شهر لندن، 1 مرتبه در شهر دوشنبه. سال 1960 در شهر لندن، 63 در شهر لندن و سال 1965 در شهر دوشنبه. 2 بار شد یا 3 بار. کدام سال؟ 1960 در شهر لندن. خب 1960 در شهر لندن، 1960 2 بار در شهر لندن است. 2 مرتبه در شهر لندن، 1 مرتبه در شهر دوشنبه. در کابل چی؟ درباره چینار اماموف معلومات دهید. چینار اماموف یکی از نمایندگان خلق تاج می باشد که در دوره تأسیس یافتن جمهوری مختار شورای سوسیالی تاجیکستان حیات و فعالیت نموده است. برای تأسیس یابی جمهوری مختار شورای سوسیالی تاجیکستان و برای با جمهوری اتفاق جمهوری شورای سیاسی تاجیکستان نقش مهم بازیده است. قهرمانان اتحاد شوروی از تاجیکستان را که در سالهای جنگ بزرگ وطنی قهرمانی کردند نامبر کنید. اولین نفری که از اتحاد شوروی با گرفتن عنوان قهرمان شورای سرفراز گرفت این نعمت قربایف می باشد. بعد از وی هادی کنجایف، تویچه ارگاشوف، احمد توردیف. درباره شهر دوشنبه شما چه معلومات داره؟ دوشنبه یکی از پایتختان اولین جمهوری مختار شورای سیاسی تاجیکستان می باشد که از سال 1924 تا 2 ینوار 1929 به نام دوشنبه معلوم بود. بعد از تشکیل یافتن جمهوری مختار جمهوری شورای سیاسی تاجیکستان با افتخار پایداشت نام استالین به وی استالینوباد نامگذاری می شود. تا سالهای 1929 تا سال 1960 با این نام استالینوباد نامیده می شود. بعد از با نام خود برمیگردد. در ولایت سوخت آزارخانه اکادمی باباجان غفورov است. درباره تشکیل‌یابی اون تشبثکاران اون یگان معلومات دارید؟ بله. 12 ایول سال 1970 وقتی که باباجان غفورov وفات می نماید وی را در آرامگاه لوچاب بعد خاک می سپارند. با افتخار نامگذاری باباجان غفورov یکی از ناحیه‌های ولایت سوخت به نام باباجان غفورov، دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفورov و با یکی از شاگردان باباجان غفورov حبیب الله حاجیبایف یک آثارخانه به نام باباجان غفورov تأسیس داده می شود که در داخل همین آثارخانه یعنی شعبه غفورشناسی نیز فعالیت می نماید. شهر خوجند. درباره برمکی‌ها از روی کتاب علامه باباجان غفورov معلوماتی. خاندان برمکیه که از اولین سلطه محلی تاجیکان به حساب می روند که در ماورای زیاده از 50 سال حکمرانی نموده است. محمود ترابی و شمس‌الدین محبوبی با کدام شورش سروری کردند و این شورش با کدام نتیجه انجام یافت؟ محمود ترابی و شمس‌الدین ترابی که برادران بودند سال 1938 به مقابل چنگیزخان شورش در ماورا ها به عمل می‌آید که به همین شورش آنها سروری نموده است. نتیجه شورش در آخر شورش شکست می‌خورد از سبب که وقتی که در دوام محاربه ها به عمل می‌آیند اول سرداران شورش کشته می‌شود، بعداً سبب کم بودن قوه شورشگران از همین سبب شکست می‌خورد. دلشان نیازوف هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی. اکسپدیسیای арخئولوژی تاجیکستان کی تأسیس یافت؟
در تاریخ تاجیکستان اصلا 3 اکسپدیسیون آرکئولوژی وجود داره که اکسپدیسیون یکم با نام اکسپدیسیون آرکئولوژی پامیر است، اکسپدیسیون یکم با نام اکسپدیسیون تاجیکستان جنوبی است، اکسپدیسیون سوم با نام اکسپدیسیون تاجیکستان شمالی است. اکسپدیسیون یکمی که ما اگر تاجیکستان در نظر داریم، اکسپدیسیون نقصی که در حدود تاجیکستان تأسیس شده بود به واسطه از طرف جمعیت ژئولوژی که سال 1872 با سروری تیانشانس که تأسیس داشته بود به واسطه با آموزش منطقه‌های از تاجیکستان بخشیده شده. ولی که اون اکسپدیسیون که به واسطه به خود تاجیکستان پامیر سال 1926 با راهبری یکبوفسکی تأسیس شده بود، اکسپدیسیون تاجیکستان شمالی نمان نعمت به واسطه راهبری میکرد از 1956 و غیر از این اکسپدیسیون باز هستن گروه اکسپدیسیونی که استاد به واسطه از طرف اتحاد شوروی شده و این اکسپدیسیون به واسطه با مقصد آموزش چه آسیا میانه روانه شده. خصوصا در کنفرانس یک سال 1933 در لنینگراد این کنفرانس باستانشناسی برگزار کرده بود، مسئله آموزش آسیا میانه بخصوص تاجیکستان که بازیافته و یادگاری های قدیمش در مد نظر گذاشته شده بود و از همون اکسپدیسیون که به واسطه در تاجیکستان فعالیت کرد، اکسپدیسیون که نخستر از این به واسطه فعالیت کرد اکسپدیسیون سال 1885 بود و نخستین خریطه تاریخی یعنی که جغرافی آسیا میانه را تأسیس کرد که بعدتر در اساس این حتی در کتاب مای رحمان آورده است که مثلا وقتی که قلعه قایقبادشاه میابند این قلعه قایقبادشاه الکه یعنی که در اکسپدیسیون سال 1885 که 200 سال پیش از این وجود داشته به واسطه که وجود داشته است که این غیر از این باز اکسپدیسیونی که بود که به واسطه بعد از آن که سال 1927 به واسطه بعد از تقسیم سال 1924 اکسپدیسیونی که در خود آسیا میانه برآمده شده و این اکسپدیسیون تنها از حدود جمهوری تاجیکستان 200 آثار یافته است که و این آثارها تا حالا که در آثار دستخطهای شرقی یک قسم کمش نگاه داشته است، اساس آنها در آثارخانه به واسطه فرغانه و قسمت زیادشان به واسطه در خود آثارخانه جمهوری ازبکستان نگاه داشته می‌شوند. خزینه امودریا از کجا کشف کردید و اون در کجا نگهداری می‌شود؟ خزینه امودریا سال 1877 از ناحیه قبادیان به واسطه دریافت کرده است. این چیز در کتاب تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانه امام رحمان آورده است. این اکسپدیسیون استاد بعد از اینکه سال 1852 با آثارخانه‌های بریتانیا راه یافت، اصلا قسمت زیادتر نشان در آثارخانه یکی مرکزی انگلیس، قسمت دوم در آثارخانه ویکتوریا و قسمت سوم در سه آثارخانه اساسی انگلیس نگاه داشته میشوند. استاد این آثار سال 1877 از طرف شخصان محلی به واسطه یافته شد. در این دوره که قبادیان به واسطه تابع امارات بخارا به حساب می‌رفته و حقیقت که تاریخ رو نگاه کنید که سال 1887 گروهی از تاجران بخارای با سر که 3 نفر را برایشان ویژه شکر علی و غلام محمد به واسطه از امارات بخارا در این دوره سفر داشتند به هندوستان و آنها در راه که با همین شخصان محلی وام می‌خرند و همین آثار را که با نرخ نه چندان گران از مردم خریده بعدتر اینها راه برای سوی روانپندرو امروزه در حدود پاکستان جایگیر شده است. استاد راستان میشن ولی در راه قبیله گیلزو که از قبیله صحرانشین بودند که کسب اساسی آنها غارت نمودن و به همین راه زندگی کردن. آنها اینها را که از دست تاجران کشیده میگیرند، تاجران مجبور میشن که به انگلیس به هندوستان و از هندوستان از که ژنرال انگلیس بارتون کمک میخوان و بارتون که به اینها کمک میکنه و آمده در دفعه اولی که بارتون به آنها پیشنهاد میکنه میگه که همین که یادگاری ها به واسه با آنها برگرفته شود. قبیله گیلزو در نتیجه ترس یک قسمش برمیگردن، قسم بزرگش برنمیگردن و دومین مرتبه خود بارتون به واسه با تهدید به نزد آنها میاد که در حالت اگر پرت برنگرداندن خزینه آنها را میتونه که زن و فرزندانشان را به اسارت گیره و در نتیجه میانروی یک چند نفر این چیزها به واسطه به دست خودم همون داره که یکی از ژنرال مایورهای هم دوره کنینگ میگه کنینگ بعدتر اینها را که از دست کنینگ فرانکس میخره و فرانکس 1896 به واسطه به آثارخانه انگلیس وصیت مینامد. غیر از این در این دوره گرند که به واسطه سرور راه انگلیس و هندوستان به حساب میرفته آنها را خریده که بعدتر به انگلیس میرود. اصلا این نگارای بهترین که در جهان به حساب میرود که نسخه یک فقط نسخهشون در آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان نگاه داشته میشه. این آثارخانه از همون سالی که رفتن یک مرتبه از آثارخانه بیرون یک سال 1979 در ارمیتاژ لنینگراد نشان داده شدند. اهمیت بزرگی که تاریخی دارند. یادگاری ها یعنی سبب خزینه امودریا نام گرفتن است. آن در منطقه جایگیر شده است که به واسطه امروز یعنی چند از یادگاری مثلا تخت قباد، تخت سنگین، قایقبادشاه در آنجا جایگیر شده و این در مسافه 5 کیلومتری یک جا شوی یعنی دریاهای وخش و پنج از دریاهای وخش و پنج وقتی که یک جا میشن آنها یعنی نام امودریا رو میگیرن. نخستین مرتبه اصطلاح خزینه امودریا رو در مقاله خود دالتون استفاده برده است یعنی که عالم انگلیس و همین گونه این چیز با نام یعنی که دالتون با نام خزینه امودریا مشهور شده است. استاد بعدتر برای یافتن باقی مانده آثار از همین جایی که یافته شده بعدتر
غیر یک چند اکسپدیسیون تشکیل کردم که از آن جمله به اکسپدیسیون که سال 1946 تأسیس کرده بود قسمتی که به واسطه با آموزش منطقه قبادیان نگرانده شده بود با سروری دنیک اول بود دنیک پیش از 1926 اومده بود 1926 در آموزش هیچ چیزی از این منطقه نیو بعدتر در سال 1948 در اکسپدیسیون نومبرده دیگه نفر رهبر رو بردگیری ولی از طرف دیگه نفر نیست که هیچ چیزی افتاد نشده بعدتر اکسپدیسیون سال 1958 میندازم اکسپدیسیون سال 1976 لیتوینسکی و در اکسپدیسیون که با سروری لیتوینسکی تشکیل کرده شد سال 1976 لیتوینسکی مدت چند ماه رهبری اکسپدیسیون رو بردگیری ولی لیتوینسکی نتوانست که همین آثار رو دریابد قبط مدنیش چی خیلی بود قبط مدنی اصول اینجا قبط مدنی خزینه عموداری قبط مدنی خزینه عموداری از 4 قسمت عبارت است قبط مدنی خزینه عموداری ها من در این چه میگم استراتیگرافیاش استراتیگرافیاش آرکئولوگ گذاشتی یکم درجه مد آرکئولوگ میگه یکم درجه علمان غرب این چیزا رد کردن که این چیز به واسطه که خزینه نیست که در همین جا وجود دارد بنابر همین علمان شوروی برای اثبات این یک چند اکسپدیسیون تشکیل کردن برای قبط مدنی شما کردن کدام سرچشمه‌های تاریخی خطی خونده تاریخ تبری خواندم استاد تاریخ بخاری هم خواندم اکنون اثر کیه نخوندم حدود العلوم نخوندم ولی یک نفر رساله ماجستری داشت هم رساله ماجستری شپرتم در اساس رساله ماجستری اون نفر که به واسه خوندم تاریخ هرات سیفی روی خوندم ظفرنامه نظامالدین شامی خوندم غیر از این از اثرها مثلا تاریخ مقیم خانه استاد همورم فقط قسمت یکمش از طرف یک نفر ماجستر ترجمه شده بود هوایش دسترسی کردم قسمت دومش استاد دسترسی کردن نتونستم محو بیسوادی چی معنا دارد و این حرکت در تاجیکستان کدام سالها رو فرا میگیرد اصلا سیاست زمان شوروی اصلا در دایره نقشه 5 ساله میره و نقشه 5 ساله سه استراتژی داشت استراتژی یکم مثلا به واسطه صنعت کنونی کلکتیوی استراتژی سوم انقلاب فرهنگی استراتژی سوم انقلاب فرهنگی جزء اساسی که در دوره اول تا سوسیالیسم غالب در بر میگرفت این محو بیسوادی برای تشکیل نمودن کورس های بیرون از کاری خصوصا بخصوص در جمهوری اسلامی کورس های شبانه یعنی برای شخصان از 18 ساله بالا اونهایی که در مؤسسه تحصیل میکنن اصلا از سن معینش 20 تا 38 ساله معین کرده بعد از کار آموزنده بخصوص کورسایی که شبانه اینها رو که به واسطه تأسیس کرده میشه این کورس‌ها در جمهوری تاجیکستان اصلا در شمال تاجیکستان 1918 تأسیس شد ولی در قسمت جنوبی تاجیکستان از 1920 تأسیس شد و سال 1000 تا 1938 اینکه عملی کرد نتیجه کار این کورس‌ها باید اهالی اینکه به واسطه یک زمانی معین ما بحرانی داشتیم خصوصا از سال 1900 ما اگر حساب کنیم تا سال 1930 دوره بحرانی جنگ دیگر داشتیم قسمت بزرگی اهالی ما از دانش دور مونده اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در بنیاد دولتداری نوین تاجیکان چه نقش داشت؟ اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان نقش کلیدی ترین و عمده ترین در اجلاس در تاریخ نوین تاجیکستان دارد. اهمیت یکم اجلاس به واسطه این است که توانست که تمام خلق جمهوری تاجیکستان در یک جا سرجم نماید نابسته از مخالفین دیگر در یک منطقه. دوم اهمیتش به واسطه توانست که خلق به اراده خودش به واسطه تاثیررسانی وجود نداشته باشد. اهمیت سومش ملت را از پراکنده شوی نجات داد. اهمیت چهارم از همه بزرگترین این اجلاس به عرصه سیاست وارد نمودن فرزند ملت تاجیک به واسطه پیشوای معظم ملت امام علی رحمان به حساب می‌رود. اهمیت پنجمش در اجلاس توانستند که گروه‌ها به یک خلاصه بیان. غیر از این اجلاس توانست که در مسائل ذهنی از آن جمله یکمین قانون قبول کرده شده بود استاد برای دو مسئله گریزها بود. یک اهمیت دیگرش قبول نمودن رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان. غیر از این قرار درباره قبول نمودن تأسیس دادن ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. غیر از این قانون جمهوری تاجیکستان زمینه‌اش هم درباره شهروندانی که در دوره جنگ شهروندی یعنی که عملیات صادر کردن آنها از جوابگری آزاد کرده شدند زیرا این راهی یعنی که به هم راه آسوده نمودن یعنی که به وسیله کشور. غیر از این روز دومی که به وظیفه رئیس شورای عالی انتخاب گردن امام رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشتن یعنی که درباره وضعیت جمهوری خبر دادن و درخواست نمودن نمایندگان سازمان ملل متحد علیه جلب نمودن جامعه جهانی درباره تشبس‌های یونسکو و فعالیت تاجیکستانیان نسبت گرامی داشتی مثلا میراث فرهنگی و میراث علمی و چیکارها گذرانده شده است. سازمان یونسکو سازمان فرهنگی به واسطه بیان می‌رود که بعد از تأسیس سازمان ملل متحد سال 1946 تأسیس شد. این سازمان یعنی که قرارگاهش به واسطه در ژنو یعنی که وجود داشته است 27 دفتر دارد. صورتی یک از دفترها در راست زمینه فعالیت دارد. جمهوری تاجیکستان از 6 اپریل سال 1993 به واسطه به همین سازمان اعضا گردید. تا حال در خزینه یعنی که در میراث یونسکو 15 نامزد برای وارد نمودن یعنی که یادگاری‌های تاریخی تاجیکستان وارد پیشنهاد کرده است که از آن جمله 3 تا از این یادگاری‌ها وارد شد. سر از این باستان باغ ملی جمهوری تاجیکستان غیر از این
در سال 2015 به واسطه که به یونسکو داخل گردید داخل نگردید استاد تخت سنگی پیشنهاد کرد که حالا در این موضوعی که کار کرده ایستادن باید وارد کرد. غیر از این در سال 2009 هیکل‌تراش تاجیک علاوت الله گفتنی شخص به واسطه توانست که جایزه بین المللی یونسکو در ساحه صنعت به دست بیاره که این بزرگترین دستاوردی که در جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. غیر از این آخرین خبری که دیروز که ما به واسطه فهمیدیم وارد شدن کتاب مثنوی معنوی همچنین به میراث غیر مادی یونسکو از طرف جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه در همشریکی وارد شدن جشنی که بین المللی نوروز ما صدا چکن شش مقام فلک غیر از این برگزار نمودن جشن‌هایی که فرزندان ما از آن جمله یکمین جشنی که به واسطه در همکاری گشت از طرف یونسکو میشه سال 1994 جشن گرفتن 1000 سالگی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به واسطه به حساب می‌رود. غیر از این ما می‌دونیم که چند مدت به واسطه راهبر اینکه برنامه آسیا آلپین که یونسکو در اتحاد شوروی بوجان غفورов بر عهده داشتن به واسطه 90 سالگی غفورov نیز محض اینکه سال 1998 با ابتکار اینکه یونسکو برگزار گردید. غیر از این 1100 سالگی دولت سامانیان که به واسطه در ماه سپتامبر 1999 برگزار گردید. غیر از این 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی. غیر از این برگزاری سال جلال الدین رومی 2007. غیر از این که از طرف یونسکو یک چند لایحه‌های دیگر که به واسطه برای آموزش حالات در جمهوری تاجیکستان که کار کرده شده ایستاده است که از آن جمله سال 2021 اگر خطا نکنم گروه 17 نفره عالمان برای گفتگو به موضوع آرکئولوژی کولدره آمده بودند. در نتیجه 5 روزه گفتگوشان معین گردید که باشیگاه کولدره که تاریخ زیاده از 1200 ساله دارد. دویر به شورش سربداران سمرقند خراسان نه سمرقند پره معلوماتی اساسا این حرکت برای آن نام سربداران نگرفت که ما میدانیم که سربداران خراسان کار تاریخی کردند که در همان دوره در خاطر نقش اهالی آسیمینا و تا امروز نقش گذاشته است. از آن جمله مغول ها را یعنی خاندان الخانیان را از بین بردن در نتیجه شورش برای اینکه مردم را به خود جلب کنند. بنابر همین این ایده را مولانا زاده داد که ما اگر خودمون سربدار گیم همه خلق با ما جمع میشه. ما گفتیم که تیمور نه در بالا یادداشت که سال 1000 که تغلق تیمور سال 1361 هجوم خودش میکنه دوم تیمور 1360 بعدتر بچه‌ش ایلیاس خوجا میمونه. ایلیاس خوجا سال ماه مارس سال 1365 به واسطه هجوم میکنه و اینجا در جنگ لو یعنی 1364 شکست میخورد. اکنون مسافه از خود تاشکند تا به خود رسیدن سمرقند در همون دوره سرد میکنه زیر دریای چرچو در نزدیکی شهر تاشکند جای گذاشته و در روزی که جمعه اهالی شهر تمام جمع شده بودند. تعداد آنها رو بعضی مثلا زیاد 10000 اکنون در بعضی از زیاد از 10000 آورده جمع میشن و از بین آنها اصلا مولانا زاده که یکی از شاگردان همون مدرسه به واسطه به حساب میرفت به منبر میبرد و به مردم چنین خطاب میکند: ای مسلمانان، ای هموطنان، حاکمان ما که تا این دوره برای از کافران حفظ نمودن ما انداز جزیه میستاندن با برابر آمدن دشمن نخستین شده فرار کردن. در اینجا در داخل قفص تیمور و حسین در نظر داشت که نخستین شده فرار کردن. بنابراین میگه که ما تا حال نتیجه اینکه ضبط‌کاری های مغول ها را دیده استیم. قتل عام خراسان ماورانه رو خودش 10 میلیون که اثبات کردن نمیگه. میگه اگر ما به چه قدر تاوان ندهیم مغول ها از ما راضی نمیشن و ما را پورا اینکه سر میزنن. بنابراین همین چاره یگانه کار بر ضد مغول ها تشکیل نمیدن دشمن و همان شعاری که نظر به آن که از ترس هلاک شویم بهتر آن که سر خود به دار بینیم و او از اینجا که از خصوصیت‌های که دینی نیز بعضی از خصوصیت‌های دینی نیز استفاده به خلاصه راهبری میگه که راهبری کی آماده است که راهبری آن مدافع را بر عهده گیره و از همون 10000 نفر هیچ کس رو یعنی که سخن نمیکنه خودش به واسطه راهبری بر عهده میگیره. همین گونه که همه اونها قسم میخورن و چنین گفته در همین 3 روز یگان نفر حقوق نداره خواب رود یعنی که به خانه خود رود. در همین 3 روز تمام اهالی را در شهر جایگیر کرد. در شهر یعنی که به طریق جنگ‌های چریکی باعث میگه خودش با 500 نفر در کوچه از همه آخرین در آخر کوچه قرار گرفت و مغول‌ها یک خصوصیت داشتن که یعنی از زمان چنگیزخان همین خصوصیت در تاریخ تاجیک این اول ما تشکیل کردیم بعد مغول‌ها در استراتژی گرفتن فرستادن لشکر پیشگر. مغول‌ها لشکر پیشگر خود را می‌فرستند. لشکر پیشگر در روز یکم در نتیجه هجوم پورا تورمان می‌گردد. روز دوم یعنی که محاربه سر میشه محاربه اصلا 3 روز دوام کرده. در روز دوم محاربه چالاکی مولانا زاده رو بینه که مولانا زاده سحر صبح پیش از آگاهی مغول‌ها به آنها هجوم کرد و قسمت زیادی آنها نیست کرد که این علاقه یک ضربه شد. گرچه که در روز دوم غالب کی بودنش معلوم نشد نه که مغول‌ها تلفات زیاد دادن. در روز سوم اکنون این چیز مویندین نتنزی گفته که در بین کسلی در بین اسبای که مغول‌ها بیماری میبیاد و قسمت زیاد از اسبا از این بیماری میفاتن و در نتیجه مجبور میشن که مغول‌ها شکست قبول کرده یعنی به واسطه روند از این حادثه اکنون تیمور آگاه میشه. تیمور خاطر که در بخت قرار داشتن آنها یعنی که زود میآیند در نزدیکی
самарқанд хайма мезананд ва ба сарбадорон мактуб менависанд ки мо ҳукумати қонунӣ шумо эътироф мекунем. хулоса темур дар ин давра аллакай 6 нафаре ки фиреб кард, 7 нафар бояд ки аз роҳбарони маҳаллиро фиреб мекард. хулоса дар мактуби аввал мавлонзода ҷавоби рад медиҳад, дар мактуби дуввум тӯҳфа мефирстад, дигар мефирстад ва хулоса розӣ мекунад. баъдтар темур чунин пешниҳод мекунад ки мо ба шумо ки ҷомаҳои зарин дигар чиз оварем, бояд ҳамин тӯҳфаро ба шумо диҳем ва 17 нафар аз роҳбарони шумо даъват менамоем ба назди худшон ва инҳо розӣ мешаванд ки 17 нафар раванд. 17 нафар бо як қисмат лашкари худ рафта буданд, зеро онҳо аллакай ба дурӯғҳои темур фирехта шуданд ва ҳамин 17 нафар вақте ки аз дар ворид мешаванд, темур ба онҳо гуфта буд ки ҳама силоҳашон гирифта шавад. 17 нафар аз силоҳашон мегиранд, вақте онҳо ворид мешаванд ҳамаи онҳо ба ғайр аз мавлонзода кушта мешавад. ба чӣ сабаб? мавлонзода баъд аз ин муҳориба дар болои асп мешинонанд, ҷомаи зарин мепӯшонанд, дастош бастагӣ, пешпеши асп мешинонанд, лашкари темур ва ҳусейн асқафон мебиёнд, мардуми шаҳри Самарқанд дарвоза мекушонанд. мақсади асосии накуштани мавлонзода ҳамин буд ки дарвозаи шаҳри Самарқанд накушанд, ё ин ки агар хабари мурдани мавлонзода ба халқ мерасид, мардум метавонистанд ки темура дар як лаҳза нест кунанд ва ҳамин гуна темуре ки бевосита ба ҳокимият ноил гардид, аҳамияти бузурги ин шӯриш. ҳатто дар китобҳое ки баъдтар дар асри 15 ва 16 навишта шудааст, муғулҳо аз ду шикасти худ дар ҳама ҷое ки бевосита номбар мекарданд. аз шикасте ки дар Хуҷанд хӯрданд ва аз шикасте ки бевосита аз сарбадорони Самарқанд хӯрданд. қаҳрамониҳои мулки Кӯлоб дар мубориза ба муқобили шайбониён. ин муҳориба кай шуд, чанд рӯз давом ёфт, сабаб ва омили шикаст дар чӣ буд? дар ин давра Кайхусрав бевосита роҳбарӣ ки минтақаи Хатлона бар уҳда гирифт бар муқобили шайбониён ва ҳокимияти аввалине ки сабаби шикасти ҳамин давраи мардуми Хатлон аз дасти Шайбонихон бевосита дар оне ки минтақаи Кӯлоб ба якчанд минтақаҳои дигар ҷо мешуд. барои ҳамин вақте ки онҳо муттаҳид набуданд ва Кайхусрав дар аввал тавонист ки Шайбониёнро шикаст дад ва аз хоки онҳое ки бер намояд, валекин дар дафъаи дуввум мардуме ки ҳангоми ҳуҷум намуданд, рақиби Кайхусрав агар хато накунам яке аз хонадонҳои маҳаллӣ тавонист ки ба Шайбониён кӯмак менамояд ва роҳҳои ки пинҳонӣ мегӯяд. شاه اثر باباجان غفورov کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده از نام رهبر دولت و هر یک عائله کشور تحفه نماید.